کدام روز یک برادر گفتن که داملا سهراب نماز ویتر 3 رکعته را انکار کرد، یعنی در اسلام 3 رکعت ویتر نیست گفته است. این گفت من نگفتیم در یک آنجا. اگر گفته باشم هم گفتگی هستم که ویتر این معنای آن ندارد که 3 رکعت نماز. ویتر در لغت عرب طاق است، ضد شفعون جفت است. الله تعالی و شفعی و الوتری قسم به جفت و قسم به طاق گفت و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اوتروا یا اهل القرآن، ای اهل قرآن شما ویتر خوانید. ان الله تعالی ویترون یحب الویتر، الله تعالی ویتر است، ویتر را دوست می‌دارد. الله تعالی طاق است، طاق را دوست می‌دارد. الله تعالی 3 رکعت نماز ویتر نیست که 3 رکعت نماز ویتر را دوست دارد. یعنی به این معنا ویتر در لغت عرب به معنای طاق است. بنابراین نماز ویتر 3 رکعت هم هست، 5 رکعت هم هست، 7 رکعت هست، 9 رکعت، 11 رکعت هم اکثری قولی که ذکر کردن علما هم 11 رکعت است. یعنی 11 رکعت ویتر است کو. یا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه 2 رکعت نماز شب خواندن گیرید، وقتی که از دمیدن صبح که اگر ترسیدید 1 رکعت شما نماز خوانید، تمام می رکعت هایی که خواندید همشه مبدل به ویتر میگرداند گفتن. یعنی 1000 رکعت خوانده باشید 1 رکعت خوانید 1001 رکعت میشه. 100 رکعت خوانده باشید 1 رکعت خوانید 1101 رکعت میشه. 101 رکعت این طاق است کو، جفت نیست. یعنی سخنهای درست فهمید برادر عزیز. ما کوشش میکنیم و امیدم میکنیم که یگان مراتب یگان سخنی که اصل شرعی ندارد، در قرآن نیست، در سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، یا در سخن صحابه های تابعین و تبع تابعین و امام ها نیست، یا در کتاب ها نیست، از پیش خودمون نعوذ بالله که گوییم. هر از سخنی که میگوییم بعضی برادران میگفتن که نگو جاشه، یعنی از کدام کتاب نقل میکنی نگو. امروز وقتی مثلا من در وقتی که مسجد خودم و امام بودم، بله مردم ما به دلیل هم قبول میکردن سخن ما رو، باور داشتن. حتی در یک مسئله هایی که مثلا در حیاتشون بار اول میشنن میگن که این کاری که شما میکنید غلط است، اینش درست است، گم درست قبول میکردن. موی سفیدانی 87 ساله سخن ما رو رد نمیکردن، اگرچه بعضی سخنها خلاف مذهب امام ابو حنیفه باشدم قبول میکردن. اما امروز که مقصد مردم گوناگون هستند، تماشابینای ما از یک شهر نیستند یا از یک محله نیستند، ما مجبور هستیم به دلیل هر یک گپ ذکر کنیم. یعنی یگان انسان حق ندارد که از پیش خودش از نام الله و رسول حق گپ زند. هر گپی که میگوییم نقل از صحابه ها، تابعین، تبع تابعین، امام هایی که در زمان قدیم گذشتن. بنابراین من حتی از بعض معاصرها نقل نمی کنم، چون این سخن در کتاب های متقدمین است.